بعضی غذاها دشمن جدی قلب ما هستند چون باعث رسوب چربی و گرفتگی رگ‌ها میشن. گوشت قرمز پرچرب و انواع سرخ کردنی ها پر از چربی های اشباهند. ژامبون و سوسیس ها به خاطر نمک و مواد نگهدارنده فشار خون رو بالا میبرند. مرغ های صنعتی یا فرآوری شده هم همین مشکل رو دارند. جگر به رغم داشتن ویتامین ها کلسترول زیادی داره. سبزیجات کنسروی به علت نمک بالا مضر هستند. کیک ها و شیرینی ها به خاطر قند و روغنهای ترانس رگها رو فرسوده می کنند. غذاهای یخزده آماده ترکیبی از چربی و نمک هستند. کرم قهوه یا خامه قهوه سرشار از چربی پنهانه. بستنی قند و چربی را با هم وارد بدن میکنه و در آخر نوشابه ها نه تنها قند بالایی دارن بلکه متابولیسم بدن رو هم به هم میزنن. دوری یا کاهش مصرف این 11 خوراکی میتونه قدم بزرگی برای سلامت قلب و رگها باشه.